با نام و اید خدا سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان گرامی. حسین پورفخر هستم، مدرس تخصصی آزمون‌های زبان دکتری. توی این ویدیو میخوام 3 تا از سوالات آزمون MSRT که در بهمن 1404 مطرح شده بود رو با هم بررسی بکنیم. همونطور که میدونید در آزمون MSRT 30 تا سوال گرامر داریم که در دوره‌های اخیر تغییری توش اتفاق افتاده. ما در دوره‌های پیش این 30 تا رو در واقع در 2 بخش 15 تایی میدیدیم، یعنی 15 تا سوال به صورت 4 گزینه‌ای معمولی که قبلا توی کنکورها دیدیم و 15 سوال هم از بخش دوم که لازم هستش که ایراد و ارور و خطای گرامری رو پیدا بکنیم. اما در دوره‌ای که دارم خدمتتون توضیح میدم از آبان ماه به بعد تعداد سوالات 4 گزینه‌ای 5 تا اضافه شده و از سوالات بخش دوم 5 تا کم شده، یعنی ما شاهد 20 تا سوال از بخش اول هستیم و 10 سوال از بخش دوم. سبک یا مدل سوالات بخش اول به نسبت روتین تره. طراح به نوعی به ما سرنخ میده، ما رو در جریان اون چیزی که داره توی ذهنش میچرخه قرار میده. از چه طریقی؟ از طریق ایجاد تفاوت بین گزینه ها. این خیلی نکته مهمیه، قدر بدونیم این رو، که من زمانی که دارم یک سوال رو بررسی میکنم، گزینه هاشو دارم میبینم، به من در واقع یه سرنخی میده که این تفاوت بین گزینه ها چه معنی میده، هول و هوش چه مباحثی هست، چه موضوعاتی هست. اما سوالات بخش دوم خیلی به این شکل نیستش. اونجا 4 تا عبارت از 4 تا مبحث و موضوع مختلف و لازم هست انقدر مسلط شده باشیم روی مباحث تا بتونیم در نگاه اول یا حالا با یه بررسی کوچیک بتونیم ایراد گرامری رو تشخیص بدیم. خب بریم سراغ سوال اول این مجموعه. اول با گزینه ها قراره همیشه شروع بکنیم. این رو برای خودتون یک عادتی قرار بدید. تست گرامر میبینیم، اول سراغ صورت سوال نمیریم، اول میریم ببینیم گزینه ها چی هن، چه تفاوتی بین گزینه ها وجود داره و بعد از اون حالا 2 تا 3 تا 4 تا ممکنه تفاوت و مبحث مختلف ببینیم. بعد از اون لازم اولویت بندی بکنیم و تازه بعد از اون بریم سراغ صورت سوال. شاید در نگاه اول بگیم که ما توی آزمون 30 تا سوال گرامر داریم و باید در 20 دقیقه پاسخ بدیم. این زمان بندی هستش که سر آزمون به همون داده شده که تستای گرامر نباید بیشتر از 20 دقیقه طول بکشه. شاید الان بگید که خب این توصیه‌ای که داریم میکنیم اول گزینه‌ها، بعد مباحث استخراج بشه، بعد اولویت بندی، بعد بریم سراغ صورت سوال، زمان میبره. این برای دانشجوی تازه کاره. کسی که 50 تا 100 تا 200 تا تست حل کرده این مواردی که گفتم رو در کسری از ثانیه تو ذهنش انجام میده. پس ما لازمه که به اون سطح از استاندارد برسیم از طریق تمرین کردن. خب بریم سراغ سوال اول، گزینه هاشو با هم ببینیم. گزینه اول چیه؟ For which they are. چیا داریم توی این گزینه؟ کدوم کلماتش برامون آشناست و مهمه؟ for که یک حرف اضافه است، در کاربرد عمده‌ای که تو آزمون می‌بینیم میتونه حرف ربط هم باشه ولی فعلا اینجا کاری بهش نداره. which چیه؟ بهش ما میگیم ضمیر موصولی. قرار بوده یک اسمی مجدد تکرار بشه، which گفته نیازی نیست، من هستم. این کاربرد ضمیره. و موصول یعنی چی؟ یعنی من 2 تا فعل داشتم، قرار یه موصول، یه وصل کننده بینش قرار بگیره و این 2 تا رو متصل بکنه. میدونیم که بعد از ضمیر موصولی which ما مجاز هستیم از جمله و یا فعل استفاده کنیم. الان نگاه بکنیم بعد which آیا جمله یا فعل هست؟ بله. پس ردش نمی کنیم. گزینه‌ای نیستش که بخواد حالا توش غلطی پیدا بکنه. فعلا نگهش میده. گزینه دوم for which are، باز هم مشابه گزینه اوله، منتها بعد which فعل آورده. آیا غلطه؟ نه. گفتیم بعد which میتونه فعل به کار بره، یا فعل یا جمله. این هم غلط نیست. گزینه سوم which for they are. فکر میکنم الان بتونید گزینه 3 رو ردش بکنید. گفتیم بعد which یا جمله میخوایم یا فعل. الان چی آورده بعد which؟ حرف اضافه for. پس 3 غلطه. گزینه چهارم which رو آورده و بعدش جمله. پس همینجا با یه نگاه سطحی یه گزینه 3 حذف شد.
حالا یه نکته دوستان، ببینید قبل ضمایر موصولی ما میتونیم حرف اضافه به کار ببریم، به غیر از 2 تا ضمیر موصولی، قبل ضمیر موصولی who و قبل از ضمیر موصولی that. این دوتا رو ما نمیتونیم قبلشون حرف اضافه بیاریم، ولی بقیهشون میشه ضمیر موصولی whom، which یا ضمایر موصولی خاص رو همشون مجاز هستیم حرف اضافه قبلشون بیاریم. حالا این نکته اول که لازم هست دقت بکنید. پس اگه تو آزمون قبل who یا that حرف اضافه اومد ردش بکنید سریع. نکته دوم، حالا الان اینجا حرف اضافه دارم در گزینه اول و دومم. اینجا یه نکته جدید یاد بگیرید. اگر قبل ضمیر موصولیم حرف اضافه بیاد، مجبورم که بعد از ضمیر موصولیم حتما از جمله استفاده بکنم. دیگه در این حالت فعل مجاز نیست. یه بار دیگه، اگر قبل ضمیر موصولیم حرف اضافه بیاد، مجبورم، ناچارم که بعد ضمیر موصولیم حتما فقط از جمله استفاده بکنم، نه فعل. به این دلیل الان میتونیم گزینه 2 رو هم رد بکنیم. for which دارم انتظار دارم بعدش جمله بیاد، در حالی که به من فقط فعل آر رو داده. پس گزینه 2 هم با توجه به نکته‌ای که خدمتتون عرض کردم رد میشه. میمونه 1 و 4 مثل همن. چه تفاوتی دارن؟ گزینه 1 میگه یه حرف اضافه for قبل از which نیاز داریم، گزینه 4 میگه نیاز نداریم. خب چه شکلی باید این رو قضاوت بکنیم، میخوایم یا نه؟ از ترجمه. اگر توی ترجمه داشتیم که به خاطر اون، ببینید ویچ معنی که میده، for which برای اون، به خاطر اون، اگر توی ترجمه نیاز داشتیم جواب میشه 1، اگر نه نیاز به یک که معمولی بود جواب میشه 4. بریم با هم بخونیم صورت سوال رو. پس من الان قبل از اینکه اصلا صورت سوال رو ببینم فهمیدم که سوال از من قراره چی بپرسه. این رو خیلی باید تمرین بکنیم که به این مرحله برسیم. عرض کردم این مهارتایی که دارم میگم با تمرین قرار جوری تو ذهن ما بشینه که در نهایتا چند ثانیه همه این موارد رو آنالیز بکنیم و جمع بندی بکنیم. خب بریم سراغ صورت سوال. Some nations، بعضی از کشورها، ملت‌ها are doing، دارن انجام میدن، excellent jobs، دارن کارهای خوبی انجام میدن، یا میتونیم بگیم عملکرد خیلی عالی و خوبی دارن. in the area، در اون حوزه. area به معنی منطقه هست، اما به معنی حوزه کاری هم میتونیم ترجمهش کنیم. پس بعضی از کشورها خیلی خوب دارن تو حوزه‌ای، توی زمینه‌ای کار میکنن. من با گزینه 4 اول ترجمهش میکنم. دارن کارهای خیلی خوبی توی حوزه انجام میدن. احتمالاً الانم ببینید یه علامت سوالی احتمالاً گوشه ذهنتون اومده. موقعی داره میگه the area یعنی اون زمینه مشخص. منتها من مخاطب الان منتظر یه توضیح اضافه‌ام. در زمینه‌ای که آنها چیان؟ ریسپانسیبلن، مسئولن. بعضی از کشورها خیلی عملکرد خیلی خوبی دارن در اون حوزه‌ای که اونها چیان؟ مسئول هستن. حالا اگر با گزینه 1 ترجمه کنم میشه چی؟ بعضی از کشورها در حوزه‌ای در عملکرد خیلی خوبی دارن در حوزه برای اینکه، یا چه شکلی دیگه میتونیم ترجمهش کنیم؟ for which. for میشه برای، which هم میشه که. برای اینکه آنها خیلی چیان؟ مسئول هستن. کدوم ترجمه بهتره؟ کدوم ترجمه روان‌تر و دقیق تره؟ گزینه 4 رو. حالا اما جواب گزینه 4 نیستش. در نگاه اول ممکنه بگیم خب آقا ما تو ترجمه نیاز به که داشتیم، گزینه 4 هم داره که میده، گزینه اول چرا بعد انتخابش بکنیم تو ترجمه که خوب نیست. یه نکته پنهان و یه لایه دوم این سوال داره. خیلی خوبه این رو دقت بکنید. دوستان ما در چه شرایطی قبل ضمیر موصولی
باید از حرف اضافه استفاده بکنیم. 2 تا شرایط داره، تحت 2 تا حالت میتونیم این کار رو انجام بدیم. حالت اول، این رو حتما اگر نمیدونید یادداشت بکنید. حالت اول این هستش که من مثلا حالا توی کلاسمون یه دونه مثال داشتیم توی همین کارگاه جمع‌بندی که دوره قبل از این آزمون برگزار شد. اونجا من یک مثالی حل کردم. مثلا داشت یک شهری رو توصیف میکرد. مثلا میگفت بوستون was a city in which، حالا مثلا بوستون یه شهری بود که در آن in which رو به کار میبرد که در اون حالا مثلا مدت طول زندگی آدم ها زیاده و بلنده. چون میخواد بگه که در این شهره از این ویچ استفاده کرد. حالا اگر مثلا خیابون میخواست توصیف کنه میشد آن ویچ. ما برای خیابون ها، بلوارها از حرف اضافه آن استفاده میکنیم، برای شهر این. پس من اگر دارم چیزی رو توصیف میکنم حرف اضافه مناسب اون رو باید به کار ببرم. مثلا روزهای هفته حرف اضافه شون آن هست، یا هفته ها، ماه ها، سال ها حرف اضافه شون این هست. مثلا امسال سالیه که قراره مثلا خونه بخریم، چون دارم سال رو توصیف میکنم این ویچ رو میتونم به کار ببرم. پس یه کاربرد این هستش که حرف اضافه اختصاصی توصیف یک چیز چی. حالت دوم، ما در زبان انگلیسی یه سری افعال، یه سری ترکیبات داریم که حرف اضافه اختصاصی خودشون رو دارن. مثلا depend on، according to، involve in. اینا جزو مثلا ترکیبات خیلی دم دستی و پرکاربردی هستن که تو آزمون زیاد میبینیم. حالا اینجا نکته‌ای که داریم اینه responsible for. ممکنه بگم آقا responsible که فعل نیست که شما واسش حرف اضافه قائلید. اصطلاح، عرض کردم فقط فعل ها نیستن، اصطلاح و ترکیبات متداولی داریم. responsible for. خب الان این رو فهمیدیم که یه حرف اضافه اختصاصی داره. حالا چی میخواستم بگم؟ نکته دوم این بود، یه سری افعال و ترکیبات داریم که یک حرف اضافه اختصاصی دارن. اوکی، اگر ما بعد از ضمایر موصولیمون از این فعل‌ها یا ترکیبات استفاده کنیم، یعنی الان بعد ویچ من یه فعل یا ترکیبی بیارم که حرف اضافه اختصاصی داشته باشه، این، آن، ات، حالا هر چیزی، میتونم، آپشناله، میتونم حرف اضافه شو جا به جا بکنم بیارم قبل از ضمیر موصولین بذارم. یعنی الان این سوال حالت عادی و دیفالتش چی بوده؟ بوده which they are responsible for. ولی این آپشن رو فعال کرده اینجا، از این امکان استفاده کرده که for رو منتقل بکنه پشت which. حالا الان این نکته که گفتیم رو چطور توی آزمون باید استفاده بکنیم؟ یک، اولا اگر زیاد مثال حل کرده باشیم یا اصلا اسپیکینگ و رایتینگ کار کرده باشیم یواش یواش میره تو ناخودآگاهمون. ولی حالا برای ما که انقدر سطحمون بالا نیست همیشه این رو در نظر داشته باشیم، اگر به سوالی برخوردیم و یه حرف اضافه قبل ضمیر موصولی داریم میبینیم حتما چک بکنیم. اولا با ترجمه، ما الان با ترجمه رفتیم دیدیم فقط نیاز به یه دونه کی خالی دارم. اما این از یه جنبه دومی هم هست، بعد ویچ ترکیبی دارم که حرف اضافهش جابجا شده باشه یا نه. الان اگر با این ذهنیت الان که توضیح دادیم من بخوام این تست رو بررسی کنم میگم فور قبل از ویچ اومده، بعد ویچ آیا ترکیبی دارم که حرف اضافهش فور باشه؟ بعد میبینم ریسپانسیبل حرف اضافهش فور هست و اون جابجا شده. و به عنوان یه نکته نهایی ولی عمیق‌تر، اگر خیلی سطحتون بالا نیست میتونید این رو گوش نکنید. شاید بگین شما responsible for، مگه بعد حروف اضافه نباید اسم بیاد؟ میگیم آقا اصلا for رو بذار سر جاش، جملمون چی میشه؟ which they are responsible for. چرا بعد for ما بعد حروف اضافه همیشه انتظار اسم یا ضمیر داریم؟ چرا الان اسم یا ضمیری نیومده؟ اگر میتونید یک لحظه ویدیو رو پاز بکنید فکر کنید روی این قضیه. به خاطر اینکه ما اینجا فقط ربط دهنده نداریم بلکه ضمیر موصولی هم داریم. ویچ اومده به جای اینکه دوباره
بخواد بعد از responsible for بخواد بگه مسئول چی هن شغل ها کارها، به جای اینکه دوباره اسم جابز رو تکرار بکنه ضمیر موصوله ویچ اومد و باعث شد یه اسمی که قرار بوده دوباره تکرار بشه مطرح نشه. حالا اون اسم چند تا کلمه جلوتره فرقی نمیکنه، ویچ این قابلیت و توانایی رو داره. پس تست یک در ظاهر یک لایه معمولی داشت که با اون لایه معمولی به گزینه 4 میرسیدیم. یه لایه عمیق‌تر و پیچیده تر داشت که با اون به جواب نهایی گزینه اول میرسیم. پس جواب سوال اول شد گزینه 1. بریم سراغ سوال 2. گزینه ها رو دقت بفرمایید. گزینه اول used to describe. من این گزینه رو میبینم سریع ذهنم میره سراغ مبحث، دوستانی که با ما تو کلاس ها بودن used to رو میبینیم یاد چی میافتیم؟ جدول مصدرهای بدون to. ما مبحث مصدرها و اسم مصدرها رو که با دانشجوها کار میکنیم اول اسم مصدر رو میگیم، بعد مصدر و در آخر مدل سوم میشه مصدر بدون تو. یه جدولی هست از استثناها، 6-7 تا آیتمه، همیشه تو آزمون مطرح میشه. یکی از اون موارد used to. یه یادآوری هم بکنیم، used to معنیش میشه قبلا، یعنی عادتی در گذشته. مثلا شما 5 سال پیش به مدت 1 سال میرفتی میدویدی هر روز صبح. این دقیقا مصداق used to. از لحاظ کاربرد مشابه چه فعلیه؟ گذشته کامل. گذشته کامل هم دقیقا همینه، یک مدت زمانی در گذشته یک کاری انجام میشده. حالا تو اون جدول استثنا گفتیم چی؟ بعد از فعل used to ما لازمه که از مصدر بدون تو استفاده کنیم. دقیقا الان مشابه ظاهر گزینه اول used to، بعدش هم مصدر بدون تو describe. یه توضیحاتی تو اون جدول هم دادیم، گفتیم یه آپشن و یه حالت دومی هم used to میتونه به کار بره. حالت دومش چیه؟ میگه اگر قبل از فعل used to افعال to be مثل am و is و are was و were یا فعل get و مشتقاتش رو دیدیم مثل خود get یا got، پس قبل از used to افعال to be یا فعل get اومد، باعث میشه که بعد از فعل used to اسم مصدر به کار بره، اونو که ing داشت، یعنی describing. این رو گوشه ذهنتون داشته باشید. الان حالا من صورت سوال الان نمیخوام نشون بدم، بذارید اینها رو با هم بخونیم، یه ذهنیتی پیدا کنیم سوال درباره چیه، بعد با صورت سوال هم آنالیزمون رو تکمیل میکنیم. گزینه دوم to use describe. to use مصدر، describe فعله. بعد مصدر میتونم فعل اصلی بیارم؟ خیر، گزینه 2 غلطه. گزینه 3 used to describing، همون نکته‌ای که بهتون گفتم اگر قبل از used to افعال to be یا get بیاد بعدش اسم مصدر میخوایم. الان من گزینه 1 و 3 رو میبینم چه تفاوتی دارم با هم؟ اگر یهو صورت سوال رو ببینم دنبال چی میگردم؟ خیلی کنجکاو میشم که ببینم پشت used to چیزی اومده یا نه. اگر افعال to be اومده بود جواب میشه 3، مثلا is used to، are used to، میگم فعل to be با used to به کار رفته بعدش هم اسم مصدره. اگر نه در صورت سوال used to خالی بود جواب میتونه 1 باشه. پس الان تو صورت سوال فهمیدم که باید اولین کار چی رو چک بکنم. گزینه 4 هم که اصلا فعل و مصدر اینها توش چیزی نداره، the use of describe که غلطه. بازم ما قبل و بعد of باید از اسم یا گروه اسمی استفاده کنیم. حالا use هم میتونه اسم باشه هم فعل، ولی describe فعل بعد of نمیتونه به کار بره. پس گزینه 2 و 4 حذفن. بریم سراغ صورت سوال. اولین نکته که باید چک کنم چیه؟ در صورت سوال فعل is دارم قبل used to قرار بگیره، ذهنم میره سمت گزینه 3. لایه اولی که دانشجویی که سطحی خونده گزینه 3 رو میزنه. اما یه مسئله دیگه هست. یه لحظه صورت سوال رو بخونید خودتون، ویدیو رو پاز بکنید ببینید معنی چی میده. من معنی used to رو بهتون گفتم، ببینید اینجا معنی چی داره. یه اسم خاصی رو واسه ما آورده با حروف بزرگ.
ترجمهش اهمیتی نداره. یه چیزی، ما اینطوری ترجمهش بکنیم، یه چیزی is a term، یک اصطلاح that is که استفاده می شود که توصیف بکند. پترن میشه الگو گرفته، طرحدار. کلمه نیت به معنی گره هست. نیت به معنی گره یا گره زدن، که حالا اینجا اصطلاحش مثلا میتونیم به معنای بافندگی یه چیزی اینطوری ترجمهش کنیم، ولی کلمه نیت رو یادتون باشه به معنی گره یا گره زدن هست. پترن هم اینجا نقش صفت مفعولی داره. in multiple colors میگه یه اصطلاح، این کلمه یک اصطلاحیه که استفاده میشود در این حوزه. الان اینجا فعل یوز به معنای عادتی در گذشته است یا نه به معنای معمولی استفاده کردنه؟ کدومه؟ به معنای استفاده کردنه. نمیتونم بگم قبلا توصیف میکرد، قبلا عادت داشت توصیف بکنه این کلمه، اشتباه. و غیر از اون اصلا داره یه گزاره عمومی رو میگه، یه گزاره صحیح رو داره میگه. ما لازمه که از حال ساده استفاده بکنیم. الان با توضیحاتی که دادم کدوم جوابه؟ جواب میشه گزینه اول. ممکنه الان متوجه نشده باشید، من یک بار دیگه توضیح میدم. ببینید الان در گزینه اول ما فعل مجهول داریم. خود کلمه use یعنی استفاده میکند، is used یعنی استفاده میشود، مجهوله. میگه این اصطلاح استفاده میشه که توصیف بکنه این قضیه رو. یه فعل مجهول دارم و معنیش هم میبینم کاملا با کانتکست جمله اوکی. اما اگر گزینه 3 رو با توجه به اون نکته‌ای که تو جدول مصدرها خوندیم، گزینه 3 ترجمهش چی میشه؟ این اصطلاحه که داره عادت میکنه که توصیف بکنه. اصلا معنی یه چیز دیگه میشه. عادت کردن، انجام دادن یک کاری در یک بازه زمانی، اصلا اینجا معنی used to نیست. پس اینجا نکته‌ای که باید دقت بکنیم، use یه معنیش میشه عادتی در گذشته، یا حالا عادتی که الان داره رخ میگیره، داره انجام میشه. مثلا شما هر صبح میگی من یه ماهه که دارم خودم رو عادت میدم که مثلا صبح زود بلند شم. اینجا از used to استفاده باید بکنیم. اون تا قبلش مثلا بگی I am used to یعنی دارم عادت میکنم. اما معنی عمده و معمولی use چیه؟ استفاده کردن. که اینجا مجهولش رو به کار برده. کدوم گزینه جواب شد؟ گزینه اول. کلماتی هم که به کار رفته خیلی کلمات دم دستی و ساده‌ای هست. بریم تست بعدی. گزینه ها رو دقت بفرمایید. گزینه اول it would have been recording. کلمه record رو که بلدین ثبت کردن. would تقریبا بالای 97% اگر جایی دیدید ذهنتون باید بره سمت ساختار شرطی. اون 3-4% ممکن از کاربردهای بعدی would مطرح شده باشه. الان گزینه اولم it دارم، بعد would ترکیب کامل استمراری رو به کار برده. به شرطی نوع 3 میتونه بخوره. همینقدر دارم قضاوت میکنم. گزینه دوم recording میتونه اسم مصدر باشه، میتونه صفت فاعلی باشه، میتونه حذف ضمیر موصولی معلوم باشه. یک کلمه ing دار ما تو دوره ها نکاتشو که بررسی میکنیم 5 تا نقش ازش میخونیم با همین ظاهر. یکیش اسمه، یکیش صفته، یکیش فعله، یکیش جمله واره قیدیه. فعلا قضاوت و نکته خاصی نداریم، مثلا فعلا داریم ظاهرها رو نگاه میکنیم تا بفهمیم اصلا سوال درباره چیه. گزینه سوم غلطه. اصلا من نگاه هم بهش میفته 3 رو رد میکنم. اصلا همچی ترکیبی نداریم. ایت بعدش پس پارتیسیپل بین به کار بره. بین قسمت سوم افعال تو بیه. پس اصلا گزینه 3 غلطه، هیچ. گزینه چهارم چیه؟ فاعل ایت رو آورده و بعدش حال کامل ولی مجهول رو آورده. توی کلاس ها من میگم، حالا دوستانی هم که دارن این ویدیو رو میبینن حتما دقت داشته باشن. ما موقعی که تفاوت بین گزینه ها رو در آوردیم
باید با توجه به تجربه و حالا توصیه‌هایی که من یا سایر اساتید دارن اولویت بندی بکنیم که کدوم مبحث کدوم مورد رو ابتدا چک کنیم. همیشه توصیه من به دانشجویان این بوده که معلوم و مجهول جای دیدی داره ایجاد تفاوت میکنه، یه گزینه معلوم یه گزینه مجهول، اول بسم الله برو اون رو بررسی بکن. الان ریکورد یعنی ثبت میکند، ضبط میکند. گزینه 4 میگه مجهوله. چه شکلی باید بررسی کنیم؟ فعل معلوم میخوایم یا مجهول؟ میشه ثبت میکند چه چیزی را، معنی میده بعدش یا نه چه چیزی را؟ بله. پس این فعل بعد از خودش بلا فاصله نیاز به یک اسم یا ضمیر داره در نقش مفعول. اگر من در صورت سوال بعد از فعل ریکورد اسمی دیدم در نقش مفعول، باید از ترکیبات معلوم استفاده کنم. مثلا میتونه جواب 1 یا 2 باشه. اگر نه دیدم مفعولی نیومده بود، باید از ترکیب گزینه 4 که مجهول هست استفاده بکنم. بریم با هم صورت سوال رو ببینیم. مفعول اومده یا نه؟ بعد جای خالی حرف اضافه این اومده. من نیاز به اسم یا ضمیر دارم، به من داره حرف اضافه میده. پس مفعول من نیومده. باید به دنبال گزینه‌ای باشم که مجهوله. کدوم گزینه؟ فقط گزینه 4 ترکیب مجهول رو داره. فرمت و ساختار مجهول رو هم بهتون بگم. فرمتی که بین همه افعال مجهول مشترکه. اگر جایی دیدید مشتقات فعل to be ام 8 ام is are was و were، فعل be been و being. این 8 رو اگر جایی دیدید که بعدش قسمت سوم فعل به کار رفته بود، اون ترکیب مجهوله. که الان تو گزینه 4 been رو میبینم که بعدش قسمت سوم فعل record اومده. ترجمه جملمون چیه؟ No change in the document take effects. هیچ تغییری in the document در سند رخ نداده. نو میاره باعث میشه جملمون رو منفی ترجمه کنیم. تا زمانی که آنتیل میشه تا زمانی که اون ثبت شده باشه در حالا دفتر ثبت رجیستری آفیس، میشه حالا دفتر ثبت یا همین، در واقع همین معنی رو میشه ازش استنباط کرد. به عنوان نکته تکمیلی، آنتیل رو دقت بفرمایید قید زمانی هست که بعدش ما میتونیم اسم بیاریم. آنتیل تا این زمان، تا این تاریخ، تا این اتفاق، یا بعدش جمله به کار ببریم که الان اینجا بعد آنتیل جمله آورده. هم میتونیم بعد آنتیل اسم بیاریم صحیحه، هم میتونیم بعدش جمله بیاریم. الان هم دقت بکنی 2 تا فعل داری، آنتیل نقش ربط دهنده تو هم داره ایفا میکنه. این 3 تا از تستایی بود که تو آزمون آبان 9 آبان 1404 در آزمون MSRT مطرح شده بود. یه جمع‌بندی بکنیم. چه نکاتی رو از این 3 تا تست میشه برداشت کرد؟ 1. سوال‌ها رو نمیشه صرفاً با یک لایه ظاهری قضاوت کرد. ما همیشه توصیه‌مون به دانشجو این هست آزمون MSRT نسبت به سایر آزمون‌های مشابهش لولش متفاوته. نیاز به دقت، مطالعه و تمرین بیشتری داره. حتما این رو مد نظر داشته باشید. از لحاظ لغت هم می‌بینیم خیلی تو گرامر دانشجو رو اذیت نکرده، گذاشته تمرکزش فقط روی نکات گرامری باشه. قبلا که تو آزمون MSRT سوال میدادن 1.5 خط 2 خط بعد کلمات سخت، الان خدا رو شکر حداقل از این لحاظ بهتر شده. این رو جای شکر داره، ولی لازمه که ما تمام تمرکزمون رو ببریم روی نکات گرامری و کامل خوندن. نصف خوندن آسیب زیادی میزنه. من دیدم بعضی از دانشجوها مثلا میگن من تو MSRT نمره 60 که بیشتر نمیخوام. خود دانشجو نصف مباحث رو تو ذهنش فیلتر میکنه. یا مثلا به یه مبحثی که یه ذره نیاز به مقدمه داره، یه ذره پیچیده است، میگه خب این که سخت من ولش کن، بقیه مباحث رو میخونه. دوستان ما لازمه که واسه نمره 80 90 بخونیم که مطمئن باشیم حتما نمره حداقل 60 رو کسب میکنیم. این رو حتما مد نظر داشته باشید. تجربه این 8 9 ساله‌ای که من دارم با دانشجوها کار میکنم این رو خیلی واضح و شفاف برای من ثابت شده این قضیه. حالا اگر سطحتون خیلی
بالا نیست یا نیاز به یک دوره جامع داریم برای خوندن، من پیشنهادی که خدمت دوستان دارم شرکت توی دوره جامع مطالعاتی آزمون MSRT هست. ما برای هر دوره‌ای که آزمون داره برگزار میکنه یه دوره مطالعاتی 30 روزه و 40 روزه برنامه ریزی میکنیم، به دانشجو برنامه زمانی میدیم و مباحث و منابع اختصاصی آزمون MSRT رو هم بهش میدیم. یک کتاب 900 لغت پرتکرار MSRT. ما اومدیم آزمون‌های دوره‌های اخیر رو بررسی کردیم، دیدیم کدوم کلمات مرتب دارن تو آزمون تکرار میشن. به دانشجو میگیم اولش که میخوای لغت بخونی با اینها باید شروع بکنی که بتونی حداقل تست گرامر رو از روش بخونی، یه ترجمه سطحی بتونی داشته باشی. رفته رفته به سمت کلمات کم تکرارتر و دشوارتر میره. قدم بعدیش گرامر هست. ما گرامر رو با دانشجوها تقریبا یه دوره 15 ساعته ویدیویی کار میکنیم که مسلط میشن رو اون چارچوب تکرار شونده‌ای که همیشه تو آزمون داریم میبینیم. نکات ثابته، نهایتا با کلمات داره بازی میکنه و تست جدید طرح میکنه. و در گام سوم میشه درک مطلب و شنیداری. همه این 4 مهارتی که میخوایم، لغت، گرامر، درک مطلب و شنیداری رو ما توی این دوره جامعه با دانشجوها کار میکنیم. لول دورمون هم به این صورت هستش که از سطح پایه و بیسیک شروع میشه و رفته رفته دانشجوها سطحشون رو ارتقا میدن و با تست‌های نزدیکای آزمون با تست‌های دشوارتر و عمیق‌تری کار میکنن. بنده هم که به عنوان مدرس و کوچ دوره هستم تا در کنار دوستان هستم تا زمان قبولی. حالا ممکنه دانشجو بگه من منابع رو تا نصف تونستم بخونم، مشکلی پیش اومد. بنده تا زمانی که دانشجو بتونه به نمره قبولی برسه در کنارش هستم. سوالات مشاوره درسیشو میتونه برای من ارسال بکنه، خدمت دوستان پاسخ خواهم داد. اگرم علاقه‌مندین تست‌های بیشتری از آزمون MSRT حل بکنید، آیدی کانال تلگرام پایین همین ویدیو هستش و آدرس وبسایتمون، میتونین از این طریق‌ها هم اقدام بفرمایید. برای همه دوستان آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار.